این دستگاه استوکو باید نصبش میکرد. اولین قدم شستشو اواپوراتور بود. تو هوای آزاد با LPG مایع هرچی روغن تو کوئله رو بیرون کشید. با وکیوم دو طرفه خاطرمون از نبودن رطوبت و بخار جمع شد. فینهای کوئل خارجی هم خیلی کثیف. باید حواسمون باشه که فن آسیب نبینه. از پاشش آب مستقیم به اون جلوگیری کنیم. بعد شستشوی کندانسور باید مسیر رو مشخص میکرد. مبحث 14 و 10 تعریفی از RCL داره. طبق این تعریف لوله کشی مبرد ما نباید از تو اتاق خواب، از تو حمام و جاهایی که هوشیاری نداریم رد بشن. از اواپوراتور تا کندانسور شیب 1% تو لوله برگشت طول عمر کمپرسور رو چندین برابر میکنه که تعریفی از اویل ترپه. با قرار دادن لوله ها داخل داک هم ظاهر قضیه حفظ میشد، هم تبادل حرارتی کمتر میشد. برای افت فشار کمتر از لوله های فلکسی برای زانوهای 90 درجه هم استفاده کردیم. بعد اندازه گذاری لوله ها شیب بندی لوله ها هم تنظیم کرد. بعد درپوش کردن سر لوله ها عایقو به صورت نواری از داخل اون عبور دادیم. لوله درینمون هم که باید تا باغچه میمد و به صورت شیب دار اجرا کردیم. مهمترین جای کار اینجا بود که باید داخل لوله ها رو شستشو میداد که بعد جوشکاری براده و فضولات جوش میتونست مسیر رو کیپ کنه. یه مقدار مایع داخل لوله ها میفرستادیم و پشت سر اون ازوت. با این کار داخل لوله ها مثل نونی که سر سفرمونه پاک و تمیز میشه. تو 4 سر مهره ها رم سفت کردیم. حالا بود وقت برقکاری دستگاه. کابل اصلی به یونیت خارجی متصل میشه. بسته به طول مسیر حداقل نمره 4 میتونست جوابگو باشه. مثل همیشه 300 PSI میتونست نشیایی تو سیکلو به ما نشون بده. خوشبختانه مشکلی هم نبود. بسته به طول مسیر وکیومو یکم طولانی تر کردیم. با بسم الله دستگاهم روشن کردیم و خوشبختانه سرمایش خوبی هم میداد. حتما فالو یادتون نره. مرسی از اینکه حمایتمون میکنید و حواستون همیشه به پستای ما هست.